جهان تکنولوژی. خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی. دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه‌های گوناگون. جهان تکنولوژی. سلام شنوندگان عزیز، شما برنامه جهان تکنولوژی را میشنوید از رادیوی تاجیکستان. امروز ما اطراف اختراعات صحبت میکنیم که نه تنها کار شما را آسان میکند، بلکه استراحت شما را نیز به یک درجه نو میبرد. امروز ما درباره مشکلی صحبت میکنیم که قریب هر یک ما آن را داریم. این مشکلی کمخوابی یا نداشتن خوابی سالم است. تحلیل ها نشان میدهند که تقریبا 40% کلانسالان منتظم از نارسایی خواب رنج میبرند. استرس، صداهای ماشین و دیگر عامل ها باعث آن میشود که ما نمیتوانیم خوب بخوابیم. اما این مشکلی را گوشمانک‌های هوشمند سلیپ اسیح از شرکت ساوندکور از بین میبرد. اینها اولین گوشمانک‌های مخصوص برای خواب با سیستم فعال برهمدهی صدا میباشند. گوشمانک‌های مذکور تمام صداهای نافرامی که سبب ناراحتی شما میگردد پخش میکند یا پورا از بین میبرد. سلیپ اسیح با دو نمود برهمدهی صدا مجهز. یکم این رژیم فعال برای پخش صداهای پست و مثل خورخور یا صدای ماشین ها، و رژیم دوم این رژیم غیر فعال میباشد که برای کم کردن صداهای بلند مثلا سخنرانی ها یا به همین مانند صداها استفاده می شود. غیر از این سلیپ اسیح میتواند خواب شما را نظارت کند. با یاری برنامه فیرموی شما معلومات مفصل درباره خواب خود میگیرید. کی خواب رفتید، چقدر خوابیدید، در کدام حالت خواب کردید و حتی ساعت زنگوله‌ای که شما را در وقت موافق بیدار میکند بدون خلل رساندن به شخص پهلویتان اداره میکند. شرکت هیوگینگ فیس که با اختراعات پیشرفته در ساحه ذهن صنعی معروف است، اعلان کرد که میتواند از حال و فرمایش پیشکی برای ربات‌های خرد خانگی خود با نام ریچی مینی قبول کند. این ربات‌های خرد برای میز کاری پیش بینی شده‌اند. ربات مذکور در دو نمونه پیشنهاد می‌گردد. یکم این ریچی مینی وایرلس با ارتباط به سیم با نرخ $449 و ریچی مینی لایت مدل ارزانتر با نرخ $299 که باید به کامپیوتر با سیم برقی پیوست شود پیشنهاد شود. هر دو مدل در شکل پریشان پیشنهاد می شود، یعنی شما نه تنها ربات را می خرید بلکه آن را با دست خود جمع آوری می کنید و آن را می سازید. این هم آموزش است، هم فراغت و هم تحقیق تکنولوژی های نو. ریچی مینی تنها بازیچه نیست، ربات با زبان پیتون برنامه‌ریزی می شود و می تواند با هیوگینگ فیس هاب بزرگترین پلتفرم ذهن صنعی و مجموعه های معلومات پیوست شود. برنامه جهان تکنولوژی. گوشمانک‌های نو از برندی وایام با نام رکدات برای آنهایی که از مرکبی‌های زیادی گاجت‌ها خسته شدند پیشنهاد می‌شود. امروز اکثر آدم‌ها از گاجت‌های استفاده می‌برند که پر از فونکسی‌های زیادتی و دشوارفهمند. وایام رکدات راه دیگر را پیش گرفته است، سادگی با تکنولوژی‌های پیشرفته. خصوصیت ثبت آواز در این گوشمانک‌ها با یک مرتبه لمس کردن صورت می‌گیرد. هیچ نیاز به گشودن برنامه یا پیوست شدن به تلفن در آن نیست. فقط گوشمانک را لمس می‌کنید و ثبت آغاز می‌یابد. همه فایل‌های آوازی در خود گوشمانک نگاه داشته می‌شود و وقتی که شما آنها را به برنامه مخصوص پیوست می‌کنید، ذهن صنعی به کار می‌دراید. ذهن صنعی نه تنها گپ‌ها را نوشته می‌کند، معنی و محتوای گفتار را نیز می‌فهمد و آن می‌تواند رویخط کارهای لازمی را ترتیب دهد، خلاصه کوتاه ملاقات را تهیه کند و یا یک کانسپکت مختصر برای کار یا بیزنس آماده کند. شرکت بنتلی نمونه ماشین برقی خود را با نام بنتلی EXP15 پیشنهاد می‌کند. در نظر است که این ماشین سال 2026 به 3 سال عمومی برآید. بنتلی EXP15 یک ماشین عادی نیست. چیزی عجیب در این ماشین آن است که کرسی پیش مسافر در آن وجود ندارد. و جای آن جای برای باغات یا حیوانات خانگی ساخته شده است. یعنی اکنون سگ یا گربه تان می‌تواند با راحت با شما سفر کند. اما کرسی طرف راست که در قفا جایگیر است سه حالت استفاده دارد. حالت عادی در قفا، حالت آرامش که کرسی نرمتر می شود و برای استراحت بهترین می شود. سوم حالت ناظر دوم است که کرسی به پیش حرکت می کند و پهلوی راننده قرار می گیرد. این کرسی اینچنین 45 درجه به بیرون می براید تا که نشستن و برآمدن آسان‌تر شود. بنتلی EX15 این نه تنها ماشین بلکه یک ایده نو برای طرح ماشین های آینده است. زیبایی، راحت و تکنولوژی معاصر همه در یک دستگاه جمع شده‌اند.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه جهان تکنولوژیا از رادیوی تاجیکستان. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر شهباز تبرزاده، کارگردان اصحاب یوسف. تا کشف اختراعات نوبتی، خیر. جهان تکنولوژیا. خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژیا. دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه‌های گوناگون. جهان تکنولوژیا.